الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق الله مولانا العظيم. اولا از طرف خود نیابتا از طرف حضرات آقا صاحبان جکال شهادت حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری برای همه تسلیت عرض میکنم. قلبها جریحه دار هست، نمیشه که انسان سخن بگوید و یقین دارم که نه تنها ما و شما به اعضا نشستیم که تمام افغانستان و جهان اسلام به اعضا نشستند. آیه که متلاوت نمودم الله رب العزت و الجلال در رابطه به فرعون و فرعونیا میگوید زمانی که اونها مردار شدن زمین و آسمان به حالشان نگریز. مفسرین میگویند بندگانی از بندگان مخلص پروردگار جهانیان وقتی از دنیا تشریف میبرند زمین و زمان میگرید، آسمان میگرید، زمین میگرید. وقتی انسان به زمین هرات نگاه میکند، به او لحظه‌ای که خون شهید ما ریخته، به او لحظه‌ای که خون شهید و خون وفاداران در زمین هرات ریخته، وضعیت هرات چگونه بوده؟ آسمان از او بالا چی را میدیده؟ زمین بر روی خون چی کسی را بر خود دیده؟ عزیزان من، امروز در افغانستان علمای ما را این گونه شهید میکنند. شما در کشورهای دیگر سراغ دارید این گونه سرمایه ها و این گونه علمای نخبه ما را شهید بکنند. علت چیست؟ دلیل چیست؟ چه پیامی این همه شهدا برای ما میرساند؟ چه میخواهند بگویند برای ما؟ به خاطر که علما و به خاطر که این ملت 24 هوتر برای جهانیان به نمایش گذاشتند. این ملت بودند که بینی روسیه را به خود مالیدند. از این ملت میترسند، از علما میترسند، از صدای حق میلرزند. این صدای منبر بود که کاش امریکا به لرزه در میآورد. این سخنا بود که داخل پارلمان آمریکا سر و صدا میشد که مولانای به نام مجیب الرحمن انصاری کاخ ما را بلرزد. اونا از این صداها میترسند، از این ناله های حق میلرزند. و این را در اخیر میخواهم بگویم که این ناله های حق و این صداهای حق الالعبد در این سرزمین باقی خواهد ماند. الله رب العزت و الجلال شهادت حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری دوست عزیز ما را و یاران وفادارشان را به درگاه خویش قبول فرماید. رب العزت و الجلال امن و امنیت سرتاسری نصیبی ملت مظلوم عنایت بفرماید. الله تبارک و تعالی برای ما توفیق بده که در کنار علمای خود باشیم و از علمای خود محافظت و پاسبانی بکنیم. الله تبارک و تعالی برای همه جزای خیر عنایت فرماید. قلباً مجروح هستم و نمیتوانم سخن بگویم. پروردگار عالمیان برای برادر عزیز ما مولانا فضل الرحمن انصاری توفیق بدهد که با کمال جرأت و شهامت و شجاعت راه پر افتخار حضرت مولانا انصاری رحمه الله را ادامه بدهد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.